تقصیر من بود. چرا تعارف میکنی؟ چرا خبر ندادی؟ چرا هیچ وقت حرفشو نزدی؟ معنیش میگفت بدخلقی میکنه، جواب میده. عدم تفاهم، زبان ناشایست، نسبت‌های ناروا، همیناست که به فاجعه ختم میشه. شماها بگین. به گفتن من که چارش نمیشه. گوش دادن طلبمون. بدخلقی هم میکنه. باور کن جز خیر و صلاح چیزی نمیخواد. واسه چی تعریف کنین؟ چرا دست از سرم ور نمیدارین؟ درخواست محکمه است جهت مرور مجدد فاجعه. فاجعه؟ دیگه طاقت ندارم نگینم. قصه تو منو میکشه. همه قصه تو رو میخورن و تو عین خیالت نیست. فاجعه‌ای رخ داده، نباید حقیقت معلوم بشه. به کسی بدهکار نبودم. خیال میکنی. مسخره تو که نبودیم. اینه جواب دلسوزیامون؟ چرا نگین؟ چرا؟ جواب بده دیگه. به نفته که حرف بزنی. آخه چرا این کارو کردی؟ حرف بزن. چرا؟ چیزی که جواب بده دیگه. نگین. جواب بده. جواب بده.